مامانت جبهه. میدونم. تا وقتی عبد جبهه هست منم آبادان میمونم. آخه چطوری میشه تو آبادان در امان بود وسط محاصره؟ آخه لنج داشت بابام. یه روز رفت دریا و دیگه برنگشت. میتونی موتور یه لنج رو تعمیر کنی؟ اگه چطور بشه؟ که بریم از اینجا. میشه توضیح بدی چجوری؟ از راه بهمنشیر با لنج. با لنج؟ آیا تو از اون دست مردایی هستی که میشه بهشون اعتماد کرد؟ ناخدای لنجی. یه ناخدای خوب سراغ نداریم. خوبه شد سراغ. من دیگه دریا نمیرم جوون. حتی اگه میتونستین جون این همه آدمو نجات بدین. در واقع آبادان هر لحظه ممکنه سقوط کنه مگر اینکه معجزه‌ای بشه. کیه دنبالش میگردی؟ داداش بزرگم. میخوام باش همه رو از آبادان ببرم بیرون. زود باشین، با راه بیافتین.